أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضار نهایت گرامی، با توفه سمیع رسول مقبول صلی الله علیه و سلم به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نثار یک آیه از شایقین و عرفان معرفت در کنار سالار اولیاء، سالار مجاذبین، قدرت السالکین، نجم الفقراء حضرت شیخ سعدالدین انصاری رحمت الله تعالی قرار دارد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما شما در آستانه 100 سال از رحلت حضرت شیخ سعدالدین انصاری قدس الله سره العزیز قرار داریم. یعنی چند روز پیش عرس مبارک بود، عرس مبارک حاجی صاحب. شما بهتر میفهمید که شیخ سعدالدین انصاری رحمت الله تعالی که ما در جوارش قرار داریم یکی از بزرگان عرفان معرفت در این خطه باستانی است. حضرت شیخ سعدالدین انصاری کسی است که 36 تنصیفات از خود به جا گذاشتند و کسی بوده که از در و از پنجره آید به سویت بنگرم تا که از سید ببینم روی تو. مبارک چندین سال از عمر خودم در آستان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره سپری کرد تا اینکه چندین سال بعد مبارک طرفش توجه کرد و گفت برو تو خلیفه ما هستی و تو جانشین ما هستی. چرا حضرت شیخ سعدالدین انصاری صاحب کسی است که از اولیای است که او خلافت خود آشکار میکنه. چرا در یکی از غزلیاتش میگه بعد از محمد نبی نروید، به دهر و هرگز کسی نجوید، خلیفت الله اگر بجویند نشانشان ده بده یحیی. یعنی کسی بوده که خلافت خدا آشکارا بیان کرده. چرا خداوند در قرآن میگه که این جاعل فی الارض خلیفه، یعنی ما جانشین خدا در روی زمین تعیین کردیم. اولیای خدا جانشین خداستند در روی زمین و یگانه چراغ عرفان معرفت در سرزمین حضرت حاجی صاحب شیخ سعدالدین انصاری است که در طریق قادریه و مراتب اعلی رسیده. چرا از فنا دم زدن؟ چرا میگه سکه اول که به وطها زدن، سکه ثانی به بخارا زدن، باز میگه سکه سوم به یحیی زدن. اینجا مرتبه خود حضرت حاجی صاحب نشان میده که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعد از شاه بخارا خواجه باودین شاه نقشبند رحمت الله تعالی سکه سوم در یحیی به نام حضرت حاجی صاحب زدن. یگانه کسی است که در مقام مفرد رسیده. چرا بنده های خاص خدا وقتی که در مقام فنا فی اللهیت میرسن، چرا در مشکات شریف شرش نوشته میکنه، میگه یک حدیث قدسی را نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتبه بنده را بیان میکنه. مرتبه بنده و مرتبه است که اگر انسان خدا را به وحدانیتش پرستش کرد و ثم به قدمای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پامون و شریعت فرا گرفت، طریقت فرا گرفت، در مقام معنا که رسید، میگه بنده به مرتبه میرسه که دستش دست خدا میشه، چشمش چشم خدا میشه، هر چی میگه از خدا میگه. یعنی مرتبه فنا فی اللهیت است که خداوند به بنده های خاص خود عطا میکنه. یکی از کسایی که در مقام فنا در مفردیت موضوع معنا رسیده بودن حضرت حاجی صاحب شیخ سعدالدین انصاری رحمت الله تعالی بودن و خصلت ها و سجایا و صفات های حضرت حاجی صاحب شما میتونید در کتابایش که از اون جمله مرآت و جمال یکی از کتابای حاجی صاحب است، اگه کسی پیشش باشه یا در کتابخانه ها به اون مراجعه کنه که زندگی حضرت حاجی صاحب در اونجا شرح و حال بیانش گفته. خداوند جل جلاله شعر پیشتر که به شما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. سعدی صاحب میگه کسی که دل درونش یعنی دل معنایش قلب و ضمایر باطنش آگاهی پیدا کرد، در مقام فنا رسید، او نمیمرد. هرگز نمیرد آن که دلش نشد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دوام از یا تا قاف قیامت است.
یعنی یاد بود از اینها. اگر نه در عصر شیخ سعدالدین انصاری هزاران ملک و خان و هزاران قماندان و وزیر و وکیل بود، همه به خاکدان تبدیل شدن. از اونها کسی یاد نمی کنه، از اونها کسی نام نمی بره، بلکه اونها در زندگی دنیا مفروض بودن، همه چیز از دنیا می دانستن. وقتی که در دنیا بودن، اونم چند روزی که زنده بودن حیاتشان بود، وقتی رفتن از اونها فراموشی ماند، دیگه از اونها کسی یاد نکرد. اگر کسی در بندگی خدا را راضی کرد تا قیامت نام از این دوام دارد. که از اون جمله حضرت حاجی صاحب است که سالیان متمادی ما باشیم نباشیم و نسل‌های دیگه بیا به نیکی و به بزرگی از اینها یاد میشن و خداوند اینها را تا قیامت عزت میکنه، به خاک یا عزت میکنه. چرا که بر اینها در سال خاکشان گفته ای خاک تیره دلبر ما را عزیز و دار. این نور چشم ماست که در بر گرفته ای، چون حتی جسد از اینها را خاک نمی کنه. شما متیقن باشید و عقیده داشته باشید که خداوند جلاله خاک انبیاء علیه السلام و اولیاء علیهم السلام خاک نمی کنه، جسد از اینها ثابت می باشه. چرا که از مرشدای طریقت بعد از 14 سال مرقدش و اختصراح کردن که همونطور که غسل داده بودن نشان همونطور بود. انبیاء علیه السلام شما اگر مرقد از اینها خب پوشیده است، حتی بخیان خاک اذیت نمیرسد. چرا به یا گفته شده که ای خاک تیره دلبر ما را عزیز دار، که نور چشم ماست که در بر گرفته ای. اینها نور چشم‌های خداستند، اینها کسایی هستند که در بندگی رضامندی خدا را حاصل کردیم. ما و شما اینها را در وسیله قرار میدیم. چرا یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه وسیله، ای کسانی که ایمان آورده از خدا بترسید، جهت نزدیکی به خدا وسیله پیدا کنید. وسیله اولیای خدا هستند. وسیله را به سه بخش تقسیم کردند که وسیله به اسماء الحسنا، وسیله به اعمال شایسته است، وسیله به اولیای کامل و انبیاء علیه السلام است. اگر در زندگی ما اولیا را وسیله کردیم، کامیابی و سعادت شامل حال ما میشه. عرس حضرت حاجی صاحب به همه مبارک باشه. امیدوار هستیم سال پیشروی از سال سعادت و نیکبختی ما بگردانه. با حرمت مرد بر حق خداوند سال پیشروی سال خیر به مردم ما بگردانه. نفاق را، بدبختی را، دشمنی را، عداوت از وطن ریشه کن کنه. آینده های ما را به خیر داشته باشه. الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سالکین و عاملین و کاملین. حضرت میرزیوردین پادشاه صاحب، حضرت بابا حسین عبدال صاحب، خواجه عبدالصمد ولی صاحب، صادقی صاحب، مرشدان ما در اوپیان شریف، جمیع گذشتگان ما، پدران، مادران، اقداران، پیشوایان